سلام دوستان عزیز، به چنل سورن خوش اومدید. امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز میخوایم با هم بهترین انیمیشن و انیمه های دنیا رو طبق نمره تو IMDb بهتون بگیم. پس بزن بریم. خب رتبه دهم انیمیشن داستان است با بازی‌های 3 با نمره 7 از 10 هستش. این انیمیشن سال 2010 تولید شد و در کشور آمریکا به دلیل دو قسمت قبلی چه داشت از زبان‌ها افتاده بود و تو زمان خودش هم منتظرش بوده. رتبه نهم فعلی متحرک هابت هستش. این انیمه از سال 2004 تولید شد و بخش عظیمی از طرفداران انیمه رو به خودش جذب کرد و با نمره 72 در رتبه نهم پا گذاشت. رتبه هشتم شاهزاده مونونوچه میرسه که در سال 1997 اکران شده و با نمره 7.14 یکی از بالاترین نمرات رو تو سال خودش گرفته. رتبه هفتم هم به انیمیشن فوق‌العاده جذاب مرد عنکبوتی به درون دنیای عنکبوتی میرسه با نمره 7.5 که در سال 2018 اکران شده و بوقا کرده بود. رتبه 6 اثر هنری دیگه یعنی کوکو که با نمره 8 که از IMDb گرفت خودش رو به همه ثابت کرد. این انیمیشن در سال 2017 اکران شد. رتبه پنجم هم میرسه به والیر که در سال 2008 اکران شد و او هم با نمره 8 سر و صدا کرد. رتبه چهارم میرسه به شیرشاه، انیمیشن که هیچ کس فکرش رو نمی‌کرد اینجا لیست باشه و با نمره 8.2 در سال 1994 اکران شده. رتبه سوم انیمیشن بالا با نمره 8.3 در سال 2009 اکران شده و در زمان خودش سر صدای به پا کرده. رتبه دوم شهر اشوا میرسه، کاری از کارگردان حلار یعنی هایانا میزاکی است که با نمره 8.7 در سال 2001 منتشر شده. و سرانجام رتبه اول انیمیشنی که در سال 2024 عرضه شده ولی با اینکه جدید حساب میشه تونسته پرفروش‌ترین انیمیشن تاریخ بشه. این انیمیشن چیزی نیست جز درون و بیرون دو که با نمره 9 تونسته بیننده‌های زیادی رو به خودش جذب کنه. خب امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشید. ممنون میشم اگه دوترین لایک رو بزنید و صبر هم کنید. تا ویدیوهای بعد بدرود.